اردیبهشت امسال بود توی مرکز مشاوره آتیه یک نمایشگاه عکسی برگزار شد، مال خیریه بود و نقاشی های یک آقا پسری به نام محمد که ایشون دستش در حقیقت رشد نکرده بود و نقاشی رو با پاش میکشید شروع شد به فروخته شدن. یک مادر دردمندی از شمال کشور به نام آناهیتا از ما یه نقاشی رو خرید، تو پیج من نقاشی رو خرید و گفتم آدرس بفرست. گفت نگاه کن اینو از طرف من بداتش به یه مادری و این نقاشی توی شهریور امسال رسید دست یک مادر. سرزمینت من نگیدی مش یک کوایم رنگی بودی که من هر یک ساعت بگل کتی زارت کردی ولی اللہ جانه جوڑی جوڑ